سلام عرض ادب، خوش اومدید به اولین ویدیوی آموزشی چنل اسکیل کدینگ. خب قراره که طبق حرفایی که توی ویدیوهای قبلی زدیم HTML رو یه توضیح بدیم دربارش، ببینیم که اصلا به چه صورت و اصلا چی هست این HTML. خب خود HTML به معنی Hypertext Markup Language هست، یعنی خود HTML مخفف همین جمله‌ای که گفتم هست. و HTML ببینید ساختار یک خونه در نظر بگیرید، مثلا اون اسکلتش، خب اون اسکلت اصلی ساختمون انگار این همون HTML هست. یعنی HTML میشه ساختار هر وبسایتی که شما میبینید. این هر وبسایتی که شما میبینید یه ساختاری داره، یعنی یه بیسی داره، یه بیس اولیه‌ای داره و این رنگا اینکه خوشگل‌تر بشه و اینکه یه رنگ و لعابی بگیره، این میشه همون CSS. این یه تعریف خیلی ساده ای هست که میتونیم از HTML داشته باشیم. خب ما از رفرنسی که استفاده میکنیم قطعا قدم به قدم طبق همین W3 اسکولز پیش میریم جلو. یک رفرنس خیلی جامعیه، خیلی کاملی، اصلا پیچیدگی خاصی نداره، خیلی ساده میتونیم با هم دیگه پیش بریم جلو با این رفرنس. و من کلا تا آخر دوره کلا با همین رفرنس پیش میرم جلو دیگه و کلا هستیم با این سایت. یه مورد دیگه که بگم خدمتتون، تو HTML خیلی تگ های خیلی زیادی وجود داره. الان استرس اینو نگیرید که وای مثلا من این همه رو بعد یاد بگیرم، نه، ما فقط چیزهایی یاد میگیریم که نیازه. یعنی من دورمو قراره که اینجوری پیش ببرم جلو و قطعا کسی که وقت دانشجو براش مهمه هم باید اینجوری پیش بره جلو، وگرنه اینکه من بخوام 80 تا تگی بگم که اصلا به درد نمیخوره، خب این قطعا بیفایده است دیگه و فقط وقت داره میره، یعنی وقت دانشجو گرفته میشه و اصلا وقت خودم هم گرفته میشه. ولی خب بعضی‌ها به خاطر ویو بیشتر و اینکه تایم کورس ها زیاد شه کلا میان تک تک همه رو میگن. نه عزیز من، وقتی شما قراره که مثال دارم میگم از یک تگی خیلی مثلا کم استفاده کنی، خب مثلا میای موقعی که اونو نیاز داشتی سرچ میکنی یادت میاد چیه و یا نه یادت نمیمونه. البته ما یه آشنایی میریم با اینکه مثلا یه تیال خیلی کم کاربرد من یه آشنایی میدم که چی هست و اینا، ولی خب قطعا یادت میره دیگه. شما وقتی بعد 1 سال قرار باشه از اون استفاده کنی یادت میره، اما یه تگایی هم که هستن همیشه استفاده میکنی اصلا یادت نمیره، یعنی غیر ممکنه حتی اونا رو یادت بره. وقتی که دائما با اونا قرار سر کله بزنی خب قطعا یادت نمیره. خب پس ما از HTML شروع میکنیم، هم المنت ها رو میگیم، هدینگ رو میگیم، پاراگراف رو میگیم، فرمتینگ رو میگیم، استایل رو میگیم، لینک ها رو میگیم، تیبل ها رو میگیم، لیست ها رو میگیم، بلاک ها رو میگیم، دیو میگیم، باتنز ها، آی فریم و همینجوری پیش میریم جلو تا به پایان برسه. کلا سرفصل ها قراره همشو بگیم. ما اینجا مثلا نیومدیم که یه فیلم ضبط کنیم بشینیم ما هم دیگه نگاه کنیم، قراره یه چیزی یاد بگیریم. کلا تو حالا این صفحه HTML بیسیک هم یه توضیح داده، گفته که داخل این کپشن ما به شما اون بیسیک HTML رو با مثال ها گفتیم. بعد ببینید گفته که خودش اینجا اصلا نوشته که اصلا نگران نباشید اینکه شما حالا تگ هایی رو مثلا حالا یاد نگرفتید هنوز یا چیزی دربارش نمیدونید، طبیعیه. خب کامل اینو مثلا توضیح داده که حالا HTML چیه. قطعا این مقاله رو بخونید، خیلی کمکتون میکنه برای اینکه مفهوم بیشتری از HTML رو بفهمید. اما خب HTML چیزی نداره که حالا بخواید
بخوایم مانور بدیم روش، همین اینکه کارمون را بیفته کفایت میکنه. البته ببینید درسته که چیز مهمی نداره، ولی خب HTML CSS بیس کارن. چون وقتی اینا رو اصولی یاد نگیرید قطعا نمیتونید هیچ سایتی بیارین بالا. یعنی در عین سادگی که دارن خیلی مهمن و خیلی باید اصولی یادشون بگیرید. خب ما اولین IDE که یعنی اولین آخرین میشه گفت IDE که باش کار میکنیم ویژوال استودیو کد هست. ویژوال استودیو کد جامع ترین نرم افزاری هست که وجود داره و خیلی ساده است کار کردن باش، خیلی رایجه، همه استفاده میکنن، اما خب بازم سلیقه است. دانلود ویژوال استودیو که حالا توی کروم بزنید براتون میاره و حالا میتونید دانلود رو بزنید. انتظارم اینه که دیگه حالا یه نصب اپلیکیشن رو بلد باشید، چون دیگه پیش نیازه به نظرم این که حالا بتونید با حداقل با سیستم عاملتون کار بکنید. وقتی که نصبش کردید داخل ویژوال استودیو که بشید برای شما این صفحه اصلی میاد بالا. خب شما اینجا قطعا، من حالا این فایل قبلی رو پاک کنم فعلا شما قاطی نکنید. خب وارد ویژوال استودیو که بشین برای شما، حالا من اینجا چون یک فایلی رو انتخاب کردم دیگه الان این گزینه ها رو برام نیاورد. برای شما قطعا این قسمت میاره، شما باید بنویسین، یعنی میاره که اوپن فولدر رو که بزنید شما باید یک فولدر ساخته باشین. اسمش مهم نیست ولی خب حالا ترجیحاً بهتره که مربوط باشه به اون قسمتی که دارین کار میکنیم. مثلا HTML رو من اینجا ساختم توی دسکتاپ، اوپن فولدر رو که این قسمت بود زدم و بازش کردم. وقتی که بازش کنید برای شما دیگه حالا دسته‌بندی رو میاره که فایل میخوام بسازین یا فولدر. ما اولین کاری که باید بکنیم یک فولدر بسازیم که آقا اصلا اونجا کد بزنیم دیگه. یعنی خب هیچی نیست، حتما پسوند HTML فایل هاشون باید پسوندشون باید HTML باشه و اولشون باید با ایندکس شروع بشه. الان مثلا ما اینجا می‌نویسیم که ایندکس، حتما ایندکس، محمد یک محمد دو نزن. اینا خیلی حالا حرکت داغونیه که بعضیا کسی که حالا ابتدای مسیرن میزنن. ببینید مشکلی پیش نمیاد خب، اما خب خیلی باگ داره دیگه. حالا موقعی که بخواید پروژه رو لانچ کنید، یعنی هیچ کسی این کارو نمیکنه، حتما باید index.html رو بنویسید. خب index.html رو که بنویسید، خب حالا ما اینجا باید اون بیسیک های کد اولیه HTML هم اینجا بیاریم که اصلا HTML بفهمی که ما قراره توش چه حرکت هایی بزنیم. خب ببینید باز میمونیم توی مقاله ما توضیح داده، خودش نوشته که all HTML documents must start with a document type declaration. میگه که حتما باید استارتشون و تعریفشون با داک تایپ باشه. خب ما میریم همین کار رو بکنیم. برای داک تایپ میتونین بنویسین HTML رو مینویسین و حتما HTML5 رو انتخاب میکنین. HTML فایل رو که انتخاب کنید برای شما اون استراکچر اولیه رو میاره. خب ما تمام کاری که قراره بکنیم داخل این تگ HTML است. نگاه کنید داخل این تگ HTML هستش. ما داخل این تگ HTML یه قسمت هد داریم و یه قسمت بادی. هر چیزی که شما داخل بادی بنویسی میشه همون خروجی که قرار شما ببینی. هر چیزی، مثلا بنویسم hello، همین hello، مثلا هلو رو که بنویسیم ما توی خروجی که الان بریم میتونیم دقیقا هلو رو ببینیم. درباره خروجی هم بگم، شما اینجا قسمت اکستنشن رو هم داریم. ببینید توی این قسمت تولز سمت چپ، همین قسمت سایت بار سمت چپ، شما میایین اینجا نوشته که اکستنشنز. این اکستنشنز یه حالت
یه چیزایی نصب میکنید که به راحتی شما کمک کنن. مثلا همین HTML CSS ساپورت رو میبینید که من الان نصب دارم و حالا مثلا چیزای دیگه، حالا مباحث اینا سمت جاوا اسکریپت و ایناست، حالا خیلی زوده بخوام برای اکستنشن، اما خب اکستنشنی که همه دارن قطعا اکستنشن لایو سرور اسمش خودشه. میخوایم لایو ببینیم کدامونو و هر بار که یه کدی می‌نویسیم یه کنترل اس نزنیم. الان شما اگه لایو سرور رو نداشته باشین، هر کد، یعنی هر کد، هر تگ، هر چیزی که می‌نویسین رو بعد یه کنترل اس بزنید. لایو سرور رو نصب میکنید. برای من الان حالا نصب هستش. بعد همین وارد سند HTML تون میشین و open with live server رو میزنید. اینجا open with live server رو که بزنید، من این پوشه ها رو ببندم. خب ما گفتیم که هر چی که داخل بادی قرار بگیره ما توی این صفحمون میبینیم. مثلا مینویسم هلو. خب بریم ببینیم نمایش داده میشه. بله الان اینجا هلو رو داریم. پس بادی هر کانتنتی که ما داشته باشیم رو داخل بادی می نویسیم. این خب حالا خیلی چیز ساده ای بود. یه قسمت هد داریم. هدو چیزی ما نمیبینیم حالا جز تایتل. اینا پشت پرده HTML یعنی اتفاق میفته که اولیش یه متا چرست UTF-8 UTF-8 خیلی حالا خلاصه بخوام بگم، حالا نخوایم دیپ شیم توش، اینه که آقا شما این متنی که مثلا می‌نویسی هلو، این متنی که به فارسی می‌نویسی رو حداقل تشخیص بده، عوضش نکنه، مثلا میدونی تعریف کنه براش، ناشناخته نباشه. این میشه از این داستان UTF-8 متا چرست. این متا ویوپورت حالا درگیر این نشین، این مباحث ریسپانسیو ممکن حالا قاطی کنید، این به کنار، بعدن میگم و این یه دونه تایتل داریم. تایتل دقیقاً اسمش خودش میشه اون تایتل وبسایت ما. مثلا HTML رو بنویسم، ما اینجا بیایم میبینیم که تایتل ما، نگاه کنین این کرسر موس رو نگاه کنین، نوشته که HTML. خب این HTML پس یعنی این تایتل هر چی که داخلش بنویسیم دقیقاً تایتل وبسایت ما قرار میگیره. این خب خیلی چیز ساده‌ای و اصلا پیچیدگی هم نداره. یه چند تا حالا متا دیگه هم داریم، متا تگ‌های دیگه هم داریم که این متا تگ‌ها حالا در صورت نیاز من توی ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم. خواستم حالا این جلسه خیلی ساده باشه، بتونم که مطالب رو خیلی ساده تر بهتون بگم. قدم به قدم میریم جلو. من الان نمیخوام مثلا یه ساعت ویدیو بگیرم که همه رو بگم. توی ویدیوهای بعدی تگ‌های دیگه هم میگیم و از خود رفرنس WTO Schools، اون چیزایی که حالا خیلی واجبن و توی تمامی پروژه استفاده میشن، به صورت خیلی کامل و جامع پیش میبریم جلو.